کارگردان، فیلمنامه‌نویس و آرایشگر فیلم مشترک تحریزی شده جامی و نوایی از جانب ازبکستان با همتاهای تاجیک خود از آرامگاه و مسجد مولانا یعقوب چرخی در شهر دوشنبه بازدید کردند. هدف آنها آموزش این منطقه تاریخی است که آیا برای نواربرداری صحنه از فیلم جامی و نوایی موافق است یا نه. حقیقت همین است که حضرت عبدالرحمن جامی اینجا آمدگی، این حضرت شیخ هم گفتند که اینجا واخوردگی همین مقبره یعقوب چرخی رو زیارت کردگی. ما در فیلم نامه استاد کتی اینا می اندازیم. فیلم نامه همینجا یعنی زیارت حضرت یعقوب چرخی می شود، اما در اینجا فیلم به صورت می گیرند یا نه اینا من از اول از پیشکی گفتنی نمی توانم، ولی ما می خواهیم که در خسار، در خوجند، چون در تاجیکستان نیز جایهای تاریخی دارند، در همین جاها بلکه همین یک صحنه ها دیدن ممکن می شود. آمدن عبدالرحمن جامی آمدن، این کس که یکم کرامت واقع شدگی یا نه؟ این گروهی مسئول فیلمسازان تاجیک و ازبک قرار است از قلعه حصار و چند منطقه های تاریخی در شرق تاجیکستان نیز بازدید کنند. این یک فضاسازی است، یک روحیه ایجادی می آفرد. وقتی که فیلمسازا بی‌واسطه به یک جای می روند که بگذار روایت باشد، ولی اون اقتدار میدهد، قوه میدهد، انرژی میدهد در وقت کار. ما گمان میکنم که این بی‌فایده نیست سفر دوستای ما به اینجا. قبلا این گروه مشترک فیلمسازان از چند منطقه تاریخی موافق به نوارگیری فیلم جامی و نوایی در ازبکستان را هم تحقیق کرده بودند. И в сотрудничестве мы сегодня работаем над синопсисом. امروز ما در همکاری روی نقشه طرح فیلم بدیعی با نام جامی و نوایی کار کرده ایستادیم و برای تصور ایده های همه صحنه های فیلم گفتن ممکن که چنین کارهای تحقیقاتی گذرانده ایستادیم. Мы проводим такие вот некие исследовательские работы сегодня. هنوز بودجه تهیه فیلم جامی و نوایی معلوم نیست و یک هدف بازدید مکان‌های احتمالی فیلمبرداری نیز همین گفته می شود. اینجا صحنه واخوری عبدالرحمن جامی و مولانا یعقوب چرخی و در حصار از روی مصلحتی که داریم باید قلعه حصار همچون شهرک هرات استفاده شود. اگر این امکانیت به دست ما بیاید، اگر ما ببینیم که این امکانیت ساخت البته وجود داشته باشد، این میتواند فقط از یک فکر باشد و بالاخره انتخاب نشود. در 30 سال آخر کارگردان‌های تاجیک و ازبک تقریباً یگان فیلم مشترک تهیه نکردند. در 3 سال اخیر پس از نرم شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان، حضور بعضی از هنرمندان کشور همسایه در فیلم‌های تاجیکی مشاهده می‌شود. از جمله عبیدالله امان، هنرمند ازبکستان، در فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض‌الله فیض نقش آفرید.